خوش اومدید به یه ویدیو دیگه، یه گزارشگری دیگه از مچ بازی بوکن ریمورو. با ویدیو قبلی گزارشگری اختصاصی ما بود از بازی ریمورو، ولی این دفعه گزارشگری اختصاصی از بوکن ریمورو. هلکارتو برداشته، هلکارت گلوبال. بله، تیم آبی در برابر تیم قرمز. تیم آبی کیان؟ هلکارت، ملیسا، تریزلان، نانا و چیپ. چیپ رو مخ. و تیم قرمز فارسا، کارمیلا، گرنجر، روبی و آلفا. ببینیم چیکار میکنه. بله، هلکارت رفته سمت بلو، داره بافشو میزنه. وسط رو میبینید، نانا با فارسا سمت بلوی تیم قرمز. آلفا داشت میزد، کارمیلا کمکش میکرد سمت راست. لاین ایکس پی رو داریم که تریزلو سریعتر کلیر میکنه. و چپ گرنجر و ملیسا و چیپ دارن گلش میخورده. زد ملیسا. هلکارت میره سمت باف قرمزش. آلفا میاد این لاک پشتیه رو میزنه. میدلین کسی نیست کلیر کنه. سریع تیم قرمز کلیر میکنه. نانا اومده به باف کمک کنه، وسط رو ول کرده کامل. کارمیلا داره میزنه گلد و فارسا میره به سمت گلد ری کمک کنه به گرنجر. آلفا هنوز داره باف میزنه. هلکارت هم داره جانگلش رو میزنه سمت راست که ماشاءالله زیر تاور روبی. اینجا کمپیده تریزلا. سمت چپ گلد لین رو میبینیم. چیپ، ملیسا، نانا و سه نفر دیگه، کارمیلا، گرنجر و فارسا. سمت چپ ماشاءالله چه فایت سنگینیه. ببخشید سرفه کردم، خود مریضم، بگوزید خودتون ببخشید. سمت راست رو میبینید تریزلا اومده سمت تاور اونا، مینونا رو کلیر کنه و برگرده عقب. حالا میدلین رو میبینیم، هلکارتو داره میگیره میکنه آلفا، ولی نه، اولتشو میزنه و فراش. سمت چپ رو میبینید پورتا دمیجه که فرار کرد رفت عقب. تایم ترتله. آلفا و کارمیلا اینجا. از اون برم تریزلا و هلکارت پورتال زده. چیپ هنوز پورتال وا نکرده. لول چند نهیده؟ لول 3. بله میگم ترتل. بله تیم فایت میبرم و ترتل اول برای تیم قرمز حساب میشه. سمت چپ رو میبینید ملیسا داره کلیر میکنه، کسی نیست تو لاین گلد لین. گرنجر هم داره جانگل آلفا رو میزنه. اینجا رو میبینید چه اینو گفت مردن. چیپ رو میبینید استان میکنه روبیو. دوباره استان از نانا، یه اورتن نانا و تمام. فارسا رو میبینید گیر کرده توی ضربه های هلکارت و آلفا رو میبینید. چیپ و پورتال وا کرد برای اینکه آلفا رو بزنن. آلفا دمیجش کمه، ماناش تموم شده، میتونن بزنن. هیچ کس نمیاد از پورتال که بزنن. پورتال الکی وا کرد. لاین ایکس پی رو میبینید کسی نیست. روبی داره میاد، تریزلا هم داره میاد. بیس رو میبینید، فارسا و کارمیلا هنوز نیومدن. فارسا تبدیل به پرنده کفتر میشه، کفتر بازی. نانا داره گلدو میزنه. از اینجا که کمپی کرده چیپ اولتو میزنه فارسا و تمام. کیر میشه نانا، کیر رو میکنه تو کونش. نانا مرده. حالا وسط داره کلیر میکنه کارمیلا. چیپ میاد استان میکنه ولی خودش بیشتر استان میشه. اولتو میزنه ولی پشیمون شد. سمت راست رو میبینیم تریزلا و روبی برتر همچنان. واه چه میپره. تریزلا گایی. روبی جون اضافه میکنه. روبی میکشه ببینید چه میزنه و روبی کارو تموم میکنه. چه بازی خفنیه این بازی. معذرت میخوام بابت مشکلاتی که پیش اومده بود. ما برگشتیم. تایم دوباره ترتله. چه فایتی برای یه اولت زیبا از فورسو. هلکارتو میزنه، ملیسا هم میزنه. یه اولت خفنی زد، دهن همه رو سرویس کرد، دهن همه شون رو گاهید. وسط روبی کلیر داره میکنه. سمت راست کسی نیست، چپ هم کسی نیست، ولی الان گرنجر داره
ترتل میزنه که رید ضرباش تموم شد یه جورایی. بریم ببینیم آیتم ها رو، نتیجه رو ببینیم. ملیسا 3-2-0، تلزا 0-2-2، هلکارت 1-1-3. کاملا توی میدلین واقعا فارسا برتری داشته. توی رام کارمیلا برتری نداشته نسبت به چی؟ توی مارکسمن توی گولد ملیسا نبوده، نه خوب نسبت بهش. جنگل آقای آلفا. بریم یه بازی ببینیم. بریم ترتل کی زدن؟ بله دوباره تیم قرمز میزنه یا استان شده، عروسک شده آلفا. نه کسی نیست تموم کنش. بازی 10 دقیقه 6 بازی. هلکارت میخواد بره بافشو بزنه که نزد، پشیمون شد. همون بهتر نزد. فارسا کارمیلا میکردنش. سمت راست لاین ایکس پی تریزلا اومده سمت گولد. راست روبی میخواد کنه پوش بده انگار. کارمیلا درجهش 1 میشه. چه فرار میکنه کارمیلا واقعا. سلطنت فرارهای نامنظمه. هلکارت رو میبینید. جانگلر گلوبال، هلکارت گلوبال. وسط هم تریزلا داره چیلیر میکنه. چیلیر کرد تریزلا. روبی هم چیلیر کرد. روبی داره جانگلشونو میزنه. عنکبوتو زد. چیپ اومده بره مینا رو بزنه سمت چپ. گلدن نانا رو تو چمن کردم. مکان پیدا کرده بودن دن سریسا تو چمن یه جورایی که کسی نبینه. هلکارت رو میبینید راش شده این گاف. فارسا رو میزنه. اولتو زده ملیسا. دمیج کارمیلا، ولی کارمیلا رو ویل کنن نظر من بهتره. وسط گرجه رو میبینید اومده کلیر. میلین کلیر میخواد بکنه سمت راز. لاین اکسپید 4 در برابر 2. آلفا فرار کرد. هلکارت حمله کرده به روبی. روبی دمیج 1. ملیسا با عروسکش یه دونه دیگه ضربه میزد میمرد روبی، ولی عروسکش رفت. بنازم چیپ نیست حداقل یه پورتال واگونه. بنازم چیپ گلوبال. سمت راست چه فایتی بین فایت گوزو و سوکانه بین تریزلا و روبی. کمک میکنم به تریزلا. وسط نانا داره کلیر میکنه. آلفا اومده سراغ باف هلکارت بکنه رو گرنجه نانا رو میکنه. چیپ در برابر کارمیلا. گرنجه رو فارسا میامون کمکش. هلکارتش هم برگشت پشیمون شد. آلفا یه تزیبا هم میکنه. چیپ پورتال وا میکنه. خب برای کی وا کردی؟ نهایت یه نفر. الان همین یه نفر هم دارن میکنن. میون نزدیک شدن به تاور ایکس پی. یه دونه البته ولی زیاد مهم نیست. سمت چپ میونو میزنه تو لاین گولد. کلیر میکنه. عنکبوت هم حتی زد. تایم لورده. دقیقه 8 بازی 14-15 دیگه. لاین ایکس پی و هم روبی هم تریزلا ول کردن اومدن توی میدلین. سمت چپ رو میبینید. این وسط رو ببینید. چپ رو ول کنید زیاد مهم نیست. همه زیر تاوره. حمله کردن همه به تریزلا به عنوان فایتر بازی داره. 1 فایت میده. کس نیست چرا کمک کنه. تیم فایت نداره اصلا تیم آبی. واقعا تیم فایت نداره. تیمی بسیار پلش تیم آبی. بله رنگ اپیک دیگه. همینه رنگ اپیک کسو. تاور وسط میخواد بندازه ملیسا با هلکارت و بله میندازه سمت راست. میوناشون بیشتره تیم قرمز. سمت چپ رو میبینید یه تاور رفته. یه تاور از تیم قرمز رفته سمت چپ از سمت گل و یه دونه هم از آبی. وسط هم فقط از قرمز رفته. ملیسا میره روی لورد که لورد رو بزنه. آخه تکی نمیتونی بزنی. باید دقیقا جانگلر بیاد. جانگلر گلوبار داره میره سمت لورد. کارمیلا و آلفا و روبی هم دارن میان ولی آلفا رفت بافشو بزنه. مثلا میدون ایران. لورد دمیجش هم شده. ببینیم اسپلو میزنه یا نه. اسپلو بزن. اسپلو دیر زد.
ولی زد دمش گرم ملیسا اصلا زود زد. شانس آورد که آلفا نبود. تیم فایت سنگین. بله همهشون موندن وایپ شدن. حالا شانس آوردن لورد رو زدن ولی چه فایده الان چند تا تابر ازشون میره. سمت چپ و آلفا گرنجر دارن پوش میدن. فارسا هم میخواد وسط تو پوش بده اما زنده نمیشه. هلکارت هم زنده میشه. گرنجر میره برای باف هلکارت میره سمت بلوش. روبی و کارمیلا برگشتن تازه جون زیاد کردن بیان سمت راست پیش لورد دوتای میزلند. بله هلکارت میکنه فارسا رو. گرنجر و آلفا زیر تاور بودن الان دمیج گرنجر کمه که چیپ میکشتش. پورتال وا میکنه همه حمله میکنن میرن سراغ آلفا و آلفا رو سه نفره میکنن. الان رو جنازش رفت نانادر خیمه زده رو جنازه گرنجر رفته بود خیمه زده بود دهن سرویس. وسط رو پوش دادن وسط رو انداختن شیلد وسط میپره سمت راست. کارمیلا و روبی میخوام برگردن عقب. روبی راه میره با پای پیاده. کارمیلا پشیمون شد. فارسا داری رو چی اوت میزنی عزیز؟ آها اینو دیدی داری اوت میزنی بابا ایول. بریم نتیجه ها رو ببینیم. بله 7-4-8 خوب بازی کرده هلکارت گلوبال. بله بیای رنکومتیک چه گوهی میخوای بخوری؟ همچنان اینطوری هستی تجربه ببینید 4 نفره دارن میزننه. چی فرار کرد یه پورتال با نکرد. سمت چپ تاور تیم قرمز دمیج 1 مینیون میاد راحت میزنه وسطشون هم 1 3 نفره نه 4 نفره اومدن 5 نفر. او آلفا فرار کرد رفتش. اومدن رو هلکارت گلوبال قیچی شدن. اولتو میزنه فرار میکنه. آلفا رفت بلوشو زد سمت چپ تیم آبی رفت. این فایت رو سمت راست میبینیم. ببینیم چی شده. هلکارت داره میدو پوش میده. فایت سنگین. فارسا میمیره از این چیپ. پورتال باز میکنه ولی خودش میمیره گایده میشه. خیلی بدجنه 4 نفره رفتن روش تجاوز اسلامی کردن. هلکارت رفت میدو پوش داد 3 نفر دارن برمیگردن عقب. وسط تو انداخت و رفت فرار کرد. جانگل گلوبال وای همه حمله کردن بهش و تمام. چه استانی کرد. استان خفنی کرد کارمیلا تو اولتش زدن هلکارتو. الیسا آرفال کش. الان همه رفتن سراغ لورد. کارمیلا گرنجر رو لوردن. بافو میخواد بزنه. روبی که روبی میزنه. روبی زد. لورد دارن میزنن دمیجشون نصفه. فارسا داره کلیر میکنه. تمپراس مینیون رو ببینید اینجا ملیسا داره عین چی میزنه. چه دمیجایی میده ملیسا. وای فارسا اولت زد کارش تموم شد. اگه اولت نمیزد حداقل یه امیدی داشتن. لورد دمیجش کمه دوباره اومد تو دمیجش زیاد شد. بله دیگه گرنجر زد دیگه لورد رو زد تیم قرمز. سیزده دقیقه است بازی در جریان میدلین رو ببینید. 4 تا فقط وسط. ملیسا هم اینجا تک و تنها. لوردم که تیم حریف تیم قرمز زده اینه بافشو بزنه. وسط تو داری کلیر میکنه فعلا ملیسا. این کلیر کردن ملیسایی که فعلا کمکشون کرده حداقل یه خورده عقب نگه داشته تیم قرمز. روبی ها میبینید بابا اینقدر مارک نکن کلیرم یعنی آقای چیپ. بذار گذاشتری کنم. اینجا رو میبینید واه میدلین الان قشنگ یه تاورشون قشنگ میفته. سمت راست رو ببینید گرنجر و کارمیلا عین گراو رفتن
سراغ هلکارت که یه پورتال با میکنه. چیپ ملیسا حمله میکنه. تریزلا دمیج گرنجر کمه. ملیسا هم کمه. وسط رو میبینید. وسط آلفا روبی فارسا دوتای میرن ستای میرن جلو. نانا رو میکنن از سمت چپ. ترتل و ملیسا مرد. الان ملیسا باید این لوردو بزنه. حداقل نیست. چطوری میخوان لوردو بزنن خدا میدونه. بازی از نظر من باخت. تمام بازی باختن. تموم شد. چه بازی خفنی بود. البته بازی خفنی نبود. خیلی مستک بازی در آورد تیم آبی. واقعا نانا رو ببینید 198 کسخل. اینو ریپورت کنید. تیم آبی رو ببینید که رنجر با اسکایش گایده بود. کارملا هم اولتای خوبی میکرد. اسانای خوبی میکرد. دهن سرویس. بازی کن از 4 دقیقه طول کشید. به دخترم بود. فارسا خوب بازی کرد نسبت به نانا. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه. آقا کسی دیگه ای خواست که من بازیشو گزارش کنم سری به پی وی من مروج کنه.